پدر از خشم حاضر است دختر خود را بکشد. گناه دختر این است که در یک جامعه سنتی افغانستان به نکاح حامله‌دار شده است. اگر روز اول رضایت میدادی حالا هیچ کدام گپی نمیشد. من خودم منیر رضایت دادم، خودش قبول نکرد دیگه. من چطور کنم؟ ها قبول نکرد از خاطر که دوستش نداشت. وقتی که عروسی کنه باز مهر و محبت زیاد میشه. مهر و محبت با وجود چی میده؟ همین چی دیده؟ منیر خانه داره، زندگی داره، سواد داره، بله مادر مقبولم داره. اینم بگونه؟ مشکلات خانوادگی و حقوق زن در جامعه افغانستان محتوای اصلی فیلم سیراج بیات، یک کارگردان جوان افغان است که در دوشنبه به نمایش گذاشته شد. بیکاری، مشکلات جوانا، مشکلات عائلوی یا خانوادگی، اینا مشکلاتی هستند که در افغانستان هستند، اما دانشجوهای ما رفتن با این موضوعات در فیلماشون پرداخت کردن و اینا به تصویر کشیدن. هدف از نمایش فیلم‌های دانشجویان افغان در تاجیکستان را تبادل تجربه و هم همکاری هنرمندان سینمای دو کشور ارزیابی می‌کنند. قریب 6 نماد فیلم بود. در این فیلم‌ها من بسیار چیز رو به خود گرفتم. بسیار هم فیلم‌ها مضمون خیلی هم بلند داشتند، هم از جهت موسیقی، هم از جهت نواربرداری، هم از جهت هنرنمایی هنرمندان. سمیع الله نبی‌پور تشبثکار فیلم هاست. میگوید با وجود آن که دانشجویان افغان در کشوری جنگ زده کار و فعالیت دارند، ولی در انتخاب موضوع و فیلمسازی آزادند. بیشتر به موضوعهای داغ جامعه توجه میکنند. هر فرد، هر شخص حق داره که بیاید مشکلات جامعه را، حتی مشکلات حکومت، حتی مشکلات وزرا را، حتی مشکلات رئیس جمهور، حتی مشکلات پارلمان، اینا بیان چی کنن برای مردم در موسیقیشان، در تئاترشان، در سینماشان، در کینوهاشان برای مردم بگویند. انتخاب موضوع فیلم‌های دانشجویان کابل برای همتاهای جوانشان در تاجیکستان مؤثر و خوشایند بود. من همچون رئیس‌جمهور کرسی سیوم میخوام که همکاری خودم رو با دولت افغانستان، همسایه دولت افغانستان، شهر کابل با این استادان همکاری کرده، یعنی یک جایه هم تاجیکستان هم افغانستان فیلم نواربرداری کنیم. فیلم مشترک نواربرداری کنیم. نمایش فیلم‌های دانشجویان کابل در حالی است که سالهای اخیر در تاجیکستان هم هرچی بیشتر به سینما رو می‌آورند و در موضوعهای مختلف فیلم می‌آفرند. هرچند فیلمسازان کسبی از کار برخی جوانان انتقاد می‌کنند، اما در مجموع به گفته آنها توجه به این ساحه می‌تواند به رشد سینما مساعدت کند.